پاک جانای نازنین از عشق مردم، ای ناز ساکی میکنیم. آی خود عاشق میکشیم، تکیه بر وی میکنیم. ای جان من مرزا اسحاقی هستم، ساکن روستای گوجه محله، متولد 1326. آق جانای ناقه لیلی که سرعت میبری ای ساربان. آی گر بدانی حال مجنون، ناقه را پی میکنی. ای جان گوجه محله ما بزرگترین روستای ایران، 2400 خانواده. اون وقت هم اهل موسیقی هستند. گرجی ها خب نسلا آمده بودن یه چیزی رو برای خودشون آورده بودن، این ذوق هنریشون بود. آق جانای قد بالای تو را ای زیارتی کعبه کنم، اما صنم جان هر دو زلفان تو را به دست خود شانه کنم. یعنی که این ذوق هنری توی گرجی ها هست. حتی اینا توی جشنواره آمدن یک رقص‌های آورده بودن، یک چیزای آکروبات داشتن که هیچ جای دنیا نتونستن این کاراشون انجام بدن، خیلی کارشون قوی بود. این ذوق هنری بود و تا رسید به ما. آق جانای بعد 100 سال اگر بر سر قبرم گذریم، های شوق دیدار تویم، ها کفن خود پاره کنم. ای جان یاد استاد قدر بخیر گفت یه روزی موسیقی از بین میره. من گفتم استاد قدر این اتفاق نمیفته. گفت نه، از بین میره. قدر خودی بیامد نوازنده خیلی قهاری بود ولی خلاق نبود تو کار، شعر بگه فلان نبود. ما اول انقلاب شد 20 تا شعرای مازندران رو گفتیم آقا شما به دو بیت‌های مازندرانی کار کنید یا منظومه. بعضی گفتن آقا کار ما نیست، کار شماست، شما این کار بکن، تو حوصله شماست، شما استعداد شعری داری میتونی. خب خودم شروع کردم، کار کردم، رفتم سر زمین. الحمدلله شکر خدا و خوب کاشیم، خوبم دارم درو میکنیم. ولی نسل امروز چون بهانه میدن زود متفرق میشن، زود دلزده میشن بابت این قضیه. آق جانای آی دستمال سرخ بودم خدا، ای آبی شدم من، ای آبی شدم من. ای از اون روز عاشقت آخ لیلی شدم من، ای لیلی شدم من. آی من از روز ازل آخ مجنون نبودم، ای مجنون نبودم. آخ من از عشق لیلی آخ دلخون نبودم، ای دلخون نبودم. ما اصلا میدونیم که بشر خودش برمیگرده به اصلش. حالا کلا چرا مثلا امروز توی زمین ها هر کسی آلونک زده، مثلا زن بچهش میبره چایی دم میکنه، یک نمیدونم به اصطلاح وقت گوجه محلی سیخ میزنه، وقت براش خیلی لذت بخشه. چرا؟ به این نتیجه بشر برمیگرده به اصلش. موسیقی هم همینه، انسان برمیگرده به اصلش. ای عشق لیلی بیا بان پرورم کمر، بیا بان پرورم کمر.
آخ جدایی خاکی آهلم بر سرم کمر دو بر سرم کمر. موسیقی وارداتی باید باشه، ولی نه که مثلا فرهنگ اصیل ما که اون وقت یادمان نیاکان ماست، اون وقت این فراموش بشه برای همیشه. ای همیشه لیلم آخ ورده زبان بود، آخ ورده زبان بود یا آخ خداوندا چرا آخ لیلی شدم من لیلی شدم. شما اگر بهام ندن شما بهش بها بده، شما بیا کار کن، یه روزی بیا برای دلت بخون، یه روزی مردم میان میگن آقا برای دل ما بیا بخون. این اتفاق افتاد برای ما، برای خودمون میخوندیم اصلا، ولی همه آمدن آقا برای ما نمیخونی تو. دلی دارمه دل دیوانه دارمه، نه میل یار و میل خانه دارمه. آخ نه میل یار و میل زندگانی، آخ فراغ دل بر جانان دارمه. های برو بخارم دل که واسه بیقرارم، حدش که تباییمه یاره شنودی یارا باره. لاره 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 دل بیقرار داره. جریان خونیاگری همینه، کسی که تاریخ به صورت موسیقی در میاره. ما داریم زمانی که طاعون آمد موسیقی هست، توتونجاری های ما مثلا همه چیزای ما یه سری اشعار فراغی داریم. خب این میرفت میگفت که آقای فلانی این آقا مطربه، رئیس دادگاه یه جوری به من نگاه میکرد که انگار که من آدم کشتم. خب اون وقت تحمل کردیم الحمدلله. همین آقا الان با چراغ میاد دنبال تحمل کردیم. نسل امروز باید تحمل کنه قضیه رو. آقا اونی که اصلا معنی مطرب نمیدونه، مطرب کلمه بزرگه. خب در عصر قدیم به کسی میگفتن تو مطرب افتخار میکرد، من مطربم، واقعا تو من مطرب قبول داری؟ خب کسی که طرب و شادی میاره، خب دنیا رو خوشحال میکنه، این آدم بزرگیه. اون وقت اینا مطرب رو مثلا یه جور دیگر برداشت میکنن، یا مثلا فرانکاس اینجوری ما ضررها کردیم. پای مسلمانان دل من غم داره دیم شب، مثال هلال شب من داره دیم شب. پای نمیدانم بگریم یا بخندم، که یارم من برفتم من بردیم شد. الان ما به این نتیجه میرسیم که مثلا فردوسی چی میکشید؟ خب از دست این زمانه و برحال اتفاقات تاریخی که میفته، اینا میگن دغدغه‌های فرهنگی. خب آی اگر ما ماهی به زیره ابرو تا کی، مسلمانی به دینه قبر تا کی. آی کشیدی خنجری با قصد جانم، کشیدی خنجری با قصد جانم، بکشم ای بیمار و صبر و تا کی، بکشم ای بیمار و صبر و تا کی.